ساده منم، باده منم، از همه جا رانده منم، از نفس افتاده منم، خنده افسرده منم، نور منم، شور منم، بنده بی دور منم، نفخه آنسور منم، زنده در گور منم. شب شعری شکرباری پارسی زیر این نام هر زمان در لندن برگزار گردیدن شبنشینی ادبی فرهنگی حکم عنعنه را دارد. دیروز نیز چنین چاره‌بینی در مرکز آقاخان با تشبث کانون همیاری پارسی زبانان لندن دایر گردید که در آن شاعر و نویسندگان، ادیب و روزنامه‌نگاران، سراینده و نوازندگان فارسی زبان و عموماً هواداران شعر شکربار فارسی شرکت داشتند. قسمت اولی چاره‌بینی با رونمایی تازه کتاب بانوی ایجادکار سحر رحیمی بخشیده شد. ناطقان درباره ویژگی‌های اشعار شاعره حرف زدند. سحر رحیمی رو من پیش از اون به عنوان گزارشگر به عنوان روزنامه‌نگار و هم پیش خودم میشناختم و واقعا نمیدونستم تا مدت‌ها پیش تا همین اواخر که در واقع ایشون شعر هم میسروده و پارسال بود که چون جایزه ژاله اصفهانی رو بردیم. به اشعار سحر رحیمی که آدم توجه میکنه تعجب میکنه از اون لحاظ که به چه اندازه معانی تازه و ناب، یعنی مفهوم‌هایی رو به کار میبره و واژه‌هایی رو ازشون استفاده میکنه که تعبیرهای تازه پیدا کردند در شعر سحر رحیمی. متاسفانه به دلیل اینکه سحر رحیمی از یک کشور جنگ زده می آید، شعر سحر رحیمی هم میشه احساس کرد. حتی عشق و عاشقی هم به گونه‌ای آلوده با جنگ است، با درد و با غربت و با دور افتادگی، با محرومیت و اینا احساساتی هست که در اشعار سحر رحیمی میبینم و لمس میکنم و اونطور که من در صحبتم اشاره کردم اشعاری داشته باشه سحر رحیمی که بیشتر از امید بگویند و ناامیدی رو پشت سر بگذاره و رو به فصلی تازه از زندگی جلو بره و من مطمئنم که سحر رحیمی در آینده موفق خواهد شد در این زمینه. طوری که مصاحبمان ابراز نمود، سحر رحیمی در برابر شعرنویسی در ساحه خبرنگاری هم دفاعی وظیفه دارد. ما با مقصدی از نزدیک شناس گردیدن با او در صحبت شدیم. اهل افغانستان هستم. در ایران به دنیا آمدیم و در افغانستان بزرگ شدیم و مدت 4 سال میشه که لندن زندگی میکنم. مجموعه بسیار کوچک زیبایی هم از ادامه انصراف داده چندی قبل چاپ شد. انتشارات خیام در بروکسل این کتاب رو چاپ کردند و همونطور که در مقدمه کتاب ما نوشتیم اغلب شعرهای این کتاب برمیگرده به سالهای نوجوانی من، سالهایی که در افغانستان زندگی کردیم و تجربه زندگی در کشور را داشتیم. کتاب زیبایی هم از ادامه انصراف داده بیشتر شعرهایی که در این مجموعه هست موضوعات مختلفی در این کتاب جا داره، از جمله زنان و وضعیت و اوضاع افغانستان، جنگ، چیزی که بیشتر نوجوانان در افغانستان که زندگی کردن تجربه مشابهی دارند. در جریان رونمایی از شعرهای این شاعره جوان و صاحب استعداد نمونه‌ها قرائت کرده شد که پسند حاضرین گردید. باعث خرسندی سحر رحیمی بود که در این تدبیر در قطار دوستان و همکسبان و هواداران اشعارش اهل خانواده اش هم اشتراک داشتند. یک ابتکار فوق‌العاده‌ای بود که از توسط کانون فارسی زبان‌ها در اینجا برگزار شده بود که در قدم اول از همه سپاسگزاری خودم اعلان میکنم و تشکر و ممنون هستم که چنین محفل شایسته و گرانسنگی را به خاطر رونمایی از مجموعه شعری سرجان رحیمی دایر کرده بودند. سخنانی را که دوستان و عزیزانی که اشتراک کرده بودند در اینجا گفتن واقعا مایه افتخار ما و خانواده ما هست و همچنان وقتی صحبت‌های این عزیزان در مورد سحرجان شنیدم و خیلی افتخار کردم که چنین عروسی را با خود دارم و خوشبختی‌های زیادی را در پهلوی کارهای فرهنگیش در تمام عرصه‌های زندگی برش آرزو می‌کنم. مایه افتخار است. امروز من بسیار خوش بودم با دیدن سحرجان و اشعارش و تعریف‌هایی که از طرف کانون در مورد سحرجان شد. بسیار خوش بود. من افتخار میکنم. سحر رحیمی همچون عروس خانم در عائله خیلی عروس خواهر هستند. بسیار یک دختر مهربان و خوش‌طبع و بسیار دختر خوب است.
بخش دومی شب شعر شکربار پارسی به قرائت شعر بخشیده شد. در آن هواداران شعریت و ادبیات از دکلمه های زیبای فارس زبانانی که از گوشه و کنار دنیا تشریف آورده بودند بهره‌مند گردیدند. بخصوص برآمد شاعر هندوستانی سید نقی عباس که از غزلیات بزرگان و شعرهای فارسی ایجاد کرده خود قرائت کرد، حاضرین را مات و مبهوت ساخت. ما نیز هم از حیرانی و هم از خرسندی با این ایجادکار در صحبت شده با یک چند سوالها به او مراجعت کردیم. شما زبان فارسی را از کجا آموختید؟ چگونه آموختید؟ من زبان فارسی را از شما دوستان یاد گرفتم. زبان فارسی در واقع میراث من است که از پدر گرفتم به ارث و به اصطلاح فارسی میگویند که میراث پدر خواهی علم پدر آموز. پدر من پروفسور سید حسن عباس که استاد فارسی دانشگاه هندویی بنارس هستند، از جمله اساتید نامور هند و به ویژه پژوهشگران نسخ خطی و فهرست‌های فارسی هستند. و منم از وقتی که به سن هوش رسیدم همش پدرم رو مشغول کار دیدم، مشغول کتاب دیدم و کم کم به این سمت گرایش پیدا کردم و وقتی بعد از دبیرستان به پدر گفتم که میخوام فارسی یاد بگیرم، خیلی خوشحال شد، استقبال کرد و من لیسانسمو فارسی ثبت نام کردم در دانشگاه اسلامی علیگرد و از آن به بعد تا امروز این مسیر رو ادامه دادم. بیشتر حوزه مطالعاتی پدر رو پی گرفتم و با نسخه های خطی، تصحیح متون، فهرست نویسی، ترجمه اشتغال داشتم. در دانشگاه استاد شدم و اخیراً در حدود 1 دهه گذشته به شعر فارسی گرایش پیدا کردم. 3 مجموعه شعر هم به فارسی چاپ کردم. هر زبان دیگری برای یاد گرفتن کسی که اهل آن زبان نیست مشکل است و در دورانی که ما شروع کردیم به یاد گرفتن، یعنی 2 دهه پیش، در سال 2005 دقیقاً 2 دهه پیش، اون زمان ما اینترنت و رسانه و این دسته چیزها نداشتیم. کتاب داشتیم و اساتیدی داشتیم که به هر طوری که شد مثلا حرف میزدن یا مکالمه یاد میدادن یا خواندن یاد میدادن. خیلی از اینها حتی به ایران و افغانستان و تاجیکستان هم نرفته بودن، با ذوق خودشون یاد گرفته بودن. ولی کم کم الان در این دوران مدرن که دنیا خیلی کوچک شده و در جیب ما در این گوشی هست، ما میتونیم از رسانه ها استفاده کنیم، از خبرگزاری ها، از یوتیوب، از رسانه های اجتماعی برای یاد گرفتن و مخصوصاً یاد گرفتن زبان. لازم است که با اهل زبان دوستی داشته باشیم، با اهل زبان، تا ما بتونیم باریکی های زبان را، لهجه زبان را یاد بگیریم. و همزمان از همه مهمتر مطالعه ادبیات کلاسیک خیلی مهم است تا اون پایه های اساسی زبان، یاد گرفتن زبان در ما شکل بگیرد. بدون آن مشکل نیست. پس اگر خلاصه کنیم میشه گفت که مطالعه ادبیات کلاسیک و همنشینی با اهل زبان که اکنون آسان است، در دوران ما آسان نبود. اشتراکچی دیگری که با تشریف خود به نشست ادبی حسنی خاصه ضم کرد، این دکتر غلام سروری سخا بود. نام برده نفری است که ترجمه فارسی بابرنامه شاهزاده تیموری ظهیرالدین محمد بابر را توسط بنیاد فرهنگی خود چاپ کرده است. آن روز از این کتاب یک نسخه به کانون همیاری فارسی زبانان لندن هم هدیه کرده شد. شما خبر دارین که تزوک بابری یا بابرنامه را خود اعلیحضرت بابر چند قرن پیش نوشته کرده، کل رویدادهایش، کل چیزهایش. و این را یک دوست ما برهان الدین نامق از افغانستان است، تاشکند رفته بود، نسخه چیز آورده بود، ازبکیش، این را به فارسی یا به تاجیکی میگیم و دری میگیم ترجمه کرده. این شما ببینید کتاب بسیار ضخیم است. این کل امی تاریخچی زندگی، کار، فعالیت ها و چیز حضرت اعلیحضرت بابر هم در تاشکند و در اندیجان و در ازبکستان است، هم در کابل و افغانستان است و هم به حیث شاهنشاه در هندوستان است. این کل چیزی تا وقت مرگش خاطرات اینجا ذکر میکنه. بسیار یک فارسی نغز، بسیار در فارسی روان. ما یک بنیاد دارم به نام بنیاد بهار میهن، به نام دختر مستک. از نام بنیاد بهار این 1000 جلد 5 سال پیش چاپ کردیم و این را به یونیورسیتی ها در کل جای ما روان کردیم. یک کتاب بسیار بزرگ
از یک شخصیت بسیار بزرگ است. نوازندگان معروف و شاعران فارسی زبان تا درگه با شعر و ترانه و ساز و نواهای دلنشین خاطر هواداران شعر شکربار پارسی را بالیده ساختند. فرخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.